Hola, soy Zara. En este canal vamos a aprender juntos el hermoso idioma español, así que acompáñame. En esta sección vamos a aprender el alfabeto español juntos. زبان اسپانیایی شامل 27 حرفه که قرار امروز 7 حرفش رو به شما آموزش بدم. حرف اول آ هستش. آ مثل امور به معنی عشق. حرف دوم ب هستش. ب مثل بانکو به معنی بانک. حرف سوم سه هستش. اما همیشه که خونده میشه. فقط 2 جا سه خونده میشه. اگر بعد این حرف ا یا ای قرار بگیره سه خونده میشه. وقتی که خونده میشه مثل کاسا به معنی خانه، مثل کافه به معنی قهوه. اما استثناءش مثل سنا به معنی شام، مثل سینکو به معنی 5. حرف چهارم د هستش، مثل دکتر به معنی دکتر، پزشک. حرف پنجم ا هستش، مثل الفانته به معنی فیل. حرف ششم افه هستش، مثل فامیلیا به معنی خانواده. دقت کنید حروفی که دارم بهتون آموزش میدم همشون با همون صدایی که هست خونده میشن. آ، ب، د، ا، ف همشون با همین صدا خونده میشن. اما اگر استثنایی مثل حرف سه وجود داشته باشه همونجا بهتون استثنایش رو میگم. پس دقت کنید که این حروفی که بدون استثناء هستن فقط یک صدا دارن، همون صدای اصلی. حرف آخری که امروز قرار بهتون بگم حرف گ هستش. این هم استثناء داره، همیشه صدای گ میده اما 2 بار صدای خ میده زمانی که بعدش حرف ا یا حرف ای قرار بگیره. وقتی صدای گ میده که عادی و نرمالش هست مثل گاتو به معنی گربه، گاتو. اما وقتی صدای خ میده مثل خنرال، خنرال به معنی عمومی، مثل اوریجینال، اوریجینال به معنی اصلی. Gracias por ver el video hasta el final. La lección sobre la siguiente parte del alfabeto se publicará el martes. No olvides darle me gusta, guardar y seguir. Adiós.